نام خدا و به عرض سلام و احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالیم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، برنامه باغ سبز امشب آمدیم داخل بازار. شب عید قربان است. همراه ما باشیم دوستای نازنین. سابسکرایب، لایک، شیر، همون زنگولگه کرم فشار بدیم. تمام ویدیو و نمایشنامه ما رو میتونید شما مشاهده کنید. همراه ما باشیم. طوری که شما مشاهده میکنیم اینجا چوک شهر نو شب عید است. در کنار ما جناب محترم مدیر صاحب ریاست ترافیک هستم که بیشترتر خود برای شما معرفی میکنم. آجی مدیر صاحب سلام داریم به خدمت شما. اگر نام مبارک خود برای بیننده ها بگیم بهتر میشه. تشکر. سمنوال حاجی غلام نبی فراخی، مدیر تنظیم و معاون مدیریت ترافیک ولایت هرات. بسیار خوب، بسیار خوب. امشب شب عید، مردم چی رقم میبینیم مدیر صاحب که تردد میکنم؟ آیا به روی خوشیم یا کمک پریشونم؟ خب همطور که شما فرمودین امشب جمعه شب یا شب عرفه است که شهر از نگاه ترافیکی هم فوق العاده ازدحامات خود داره و بازار هم تقریبا کمی بیروبار شده. مردم پشت سودای خرید عید بیرون میشن. تقریبا مردم یک حالت خوب احساس میشه. گرچه متاسفانه وضعیت مشکلات اقتصادی و فقر اقتصادی بین مردم هست، با آن هم مردم چون مردم ما و شما مردم مذهبی و مردم مسلمان متدینی هستند و اعتقادات به اسلام و دین دارند، به خاطر از اینکه روز بسیار بزرگوار و متبرکی است، عید و عرفه است، مردم به یک چیره بسیار خوب و خوشی به داخل شهر گشت و گذار دارند و آمادگی برای عید و عرفه میگیرند. و وضعیت ترافیک و شهر هم شما میبینید تمام پرسنل مدیریت ترافیک هم به خاطر راهنمایی و تنظیم جریان ترافیک به شمول آمرین شعبات و هم افسرها بیرون شدن به ساحه شهر، کنترل و گزمه‌های پی در پی دارن. شهر هم سلوخ شده به اصطلاح و خوب وضعیت الحمدلله. وضعیت ترافیک هم نرماله و مردم هم الحمدلله خوب انگشت و گذار خود دارن و پشت سودا و خرید عید بیرون شدن. بسیار خوب. انشالله امیت است به خاطر از اینکه امنیت سرتاسری انشالله خدای پاک امنیت از ما نگیره. واقعا مردم امسال ما خیلی میبینیم خوشحالم. اگرچه که کمک اقتصاد ضعیفه، خوب هم خدای پاک حل میکنه. به خاطر اقتصاد هم به خاطر از اینه که یک کمک حساب چودری امسال بارندگی کمتر بیده به سمت دشت و کوه. بسیار خوب. اجی مدیر صاحب خود شما بگیم که تال گوسفند قربانی خریدیم، اگر بخریم چند دونه میخریم و هر سال چند دونه قربانی میکنیم؟ ما 2 دانه گوسفند قربانی هم سال قربانی میکنیم. یکی از خود منه و یکی هم از حاجی خانم یا والد اولادا، چون او هم از خود امکانات زیر داره که قربانی بکنه و ما ولی تقریبا 6-7 روز پیش به سیاوشان رفته بودیم. همونجا داخل یک باغی از فامیلا بود، 1-2 تا گوسفند بخریدیم. انشالله خداوند قبول درگاه کنه که انشالله روز اول عید فرصت زیر داشته باشیم، حیات باقی باشه که انشالله برو قربانی کنیم و ذبح کنیم بخیر. بسیار خوب، بسیار خوب. از حساب شرعی گوسفند که قربانی میکنن بس سه قسمت چیه؟ بعضا دوستا خیلی کم میگیریم، خیلی کم. اما اسم رو به جا میکنم. به نظری شما کار خوبیه؟ خب همو قربانی که میشه ذبح میشه خوبه که همو به مقدار گوشتی که هسته به همو همسایه و فقرا اینا تقسیم بشه تا شب عید دیگه همه مسلمان ها سربار بشه به اصطلاح ما و شما دیگه. از نظر شرعی و از نظر شریعت باز ما قدر عالم نیستم که با استناد حدیث و آیت
تشریح بکنم. و همین فرمودی شما ما چیزی که شنیدیم که همین گوشت قربانی سه قسمت میکنند، یک قسمتی از میمانه، یک قسمتی از صاحب خانه و یک قسمتی هم صرف برای خیرات و صدقه. چی خوبه که همون گوسفند قربانی میشه، همون گوشتی را که ذبح توته میکنیم و هم فقرا مساکین همسایه‌هایی که به پلو ما هست، فقرایی که در کنار سرک‌ها شیشته اند، همونا رو تقسیم بندی کنین. ان شاءالله باز خود خدا روزی رسان باز میتونن کسایی که یعنی واجبه بر ازنا که قربانی بکنن باز میتونن بعد از به خود گوشت و خریداری بکنن. بسیار خوب. پس بینندای عزیز ما مگرم حتما به جا حاجی مدیر صاحب برم، چون اینا دو دونه گوسفند قربانی کردن، خدای پاک قبول کنه گوشت قربانی ما. حتما مگرم باز نگاه دارم، اگه میشه که خونر بلد نشدم حتما اینجا مگرم رسد مال بیاریم. فقط من پلو مدیریت ترافیک نزدیکه که بیایم گوشت قربانی و خونه هم همونجا نزدیکه. کاش با شما پخته هم میکنیم گوشت خون شما رو نگاه می‌داریم. شما تشکر، لطف خیر باشین. شما خیر ببینید. تشکر، زحمت میکشین، برنامه‌های خوب و متنوع به مردم پخش میکنین و هم روزای خوش مردم و به مردم خوب جلوه میدین و هم روحی مردم شاد نگاه می‌داریم و هم از تمام قضیه و خصوصات از مردم خبر میگیرین، وضعیت مردم و مسئولین میرسونین و موضوعات خوب را به مردم انعکاس میدین. خداوند شما موفق کامیاب بشه. تشکر شما، قربان شما، خوشحال شدیم. بینندای عزیز، داخل چوک شهر نو هستیم، دم آذان شوم است. برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم که نام خدا امسال شما نگاه کنیم دیگه. از این صبح تا حال میتون مردم به حساب یک روی خوب شادی انشاءالله و بازارای هم میرن که میوه عید بگیرم و شما هم که میمون میاییم باز از این گوشتا و از این شیرینیا نوش جان کنیم. همراه ما باشیم، بخیر باشیم. دوستان نازنین، در کنار برادرای امارت اسلامی این که واقعا به می هفته و زلاق به می روزای علفه واقعا زحمت میکشم. ما از اینا خواهشمندم که اول نام شریف خود بگم، بعد برای شما یک تبریکی به دو زبان یعنی پشتو و فارسی برای شما دوست ما بگم. لالا جان سلام داریم به خدمت شما. سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما دوستا. سلامت باشیم. بنده ازمره شبکه خادم، عضو تنظیم شهر ترافیک. بسیار خوب، بسیار خوب. خب دوستا اول تبریکی بدیم با سوال را آغاز میکنیم. پیش عید به تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. گپ بزنیم به شوا عیدم وظیفه اجرا میکنیم، به چی احساسه؟ به احساس خوشی و با امنیت خوبه. اصلا احساس هیچ چیز ما نمیکنیم غیر احساس خوشی. خستگی نه، با وطنان عزیز خود خدمت میکنیم، هیچ مشکلی نداریم. بسیار خوب، بسیار خوب. خب گپ بزنین که گوسفند قربانی رو گرفتیم یا خیر؟ ما به گوی شریک شدیم برادر. ماشاءالله. چند نفر؟ 5 نفر. خب معلوم است که به چند بستوندین که به 60 سنیم هزار. پس یه مثل همون گوی که دیشب ما استونده بیدون که به 60,000 که بودم بدادم بالا مرغه. او به دست برای خورد خوکرهی نکردیم. نه انشالله رای نمیکنیم. زودی تبادله میکنه. نه بستونن که برای خدا حلال کنیم. بسیار خوب. میگم جونم بخیر. سلامت برادر خوبم. خوبه. فکر کنم که اگر اشتباه نکنم ها دیگه نفرا مدیر صاحب ترافیک ذبیح الله جانه. بله. اسم شما رو که بلدم بازم خود شما برای بیننده بگیم بهتره. محمد یاسین مشهور به ازبک. میگم نام خدا. خب بسیار خوب. گپ بزنین که امشب شب عیده. بله. عامر صاحب به شما هدایت میدن که باید شما تا به صبح باشید. چیکار میکنید؟ اطاعت از امیر فرضه، باید اطاعت کنیم. نمیگین که شب عید ما هر روز وظیفه اجرا میکنم بعد به خونه خوب برم؟ این تا گپی هست که فلان تا 2-8 بجه شب ما رسمی داریم. باز حالا که شب عیده تا 11 بجه مثلا رسمی داریم، بعد از 11 بجه شب میریم باز به خونه میریم. باز تنظیمات مثلا مدیر صاحبا درست کردن که در 2 بجه شب 1 بجه شب داخل شهر گزمه دارن که زیاد شلوغ نشه چوکا و مخصوص باید گرد مچه جامعه و پای ارگ و دروازه قندار و اینا. بسیار خوب. وقتی که رفتیم رو به خانه خود عامل صاحب خداحافظی میکنیم. بله. عیدی هم بخو میگیریم؟
ولی تا اندازه میگیری میدی. خب مثلا کم دادم به گریه میشی؟ نه چرا به گریه شی؟ من کو گردن من اگه بیار من یک پینجه کمتر بدم به گریه میشه. خب دلا هم یک دل نمیشه. بسیار خوب. اولاد داریم؟ نه نمزاد داره. بسیار خوب. خب اگر بریم برارا خورد شما به جلو شما بیایم برای اینا تعدیل چند نفر ایدی میدی؟ بازی تا گپی هست از طرف امارات اسلامی یک مجدی خوبی به ما دادن که ما شما جلوتر از عید 15 روز دیگه سر برج ما بمونیم ما شما رو کلان بدادم. بازم خوبه دیگه پول داریم دیگه. الحمدلله تا اون اندازه. یعنی میته که معلوم میشه نیت شما است ایدی مرم بده. ایدی شما برو چیش ما خو میدیم یه حرفا چیه؟ یار خوشحال باشیم. دوستای نازنین برنامه باغ سبز ادامه داره. فقط چند دقیقه دیگه بازانشون مونده. ما تا ساعت 12 شب انشالله در خدمت شما هستیم. همراه ما باشیم. سلام علیکم جور باشم برادر خوب سعادتمندیم قربان شما سلامت باشیم. گپ بزنید که این دست راست شما کیکا لوکسیه که دل آدم مای فقط خود یک ترمز چای بیای پیش شما. این برام کلوچا لوکسی کدو بساده شما نه از اینجی تمام جا گشفیلا از برار شما تا به دروازه خنده دروازه خنده رو بلد نی ماشاءالله زنده باشه به کل اشتیا شما صاف نیه فعلا چیزی هست که مال چای خورن اشنا با شما میگم بسیار خوب. اینا دونی چند میدیم؟ اینا میدیم برای شما 150. خب وزنی چندیه؟ وزن ما 800 گرم. بیشتر نیه؟ نه. این به کلونی 800 گرم یعنی 1 کیلو هم نیه؟ شما کلون اینچه وزن شما 80 کیلوه. 107 کیلو. خب گپ بزنیم برای محسوب چند دونه کیک بیشتر فروختیم یا کلوچه؟ اول میشه یک سلام بگم به شهروندا خانه. تبریک بگیم. سلام علیکم به تمام هموطنان عزیزم افغانستان و کابل بسته افغانستان ایران. عید پیش برین تبریک عرض میکنم. عید خوب و خوشی داشته باشم. یک بچه‌ها شهروندا ایراتیم همین جگا بساط داریم. لالا بیامدن از ما مصاحبه میکنم. خدای میکنه که خوش دیشه بالا اینا دیگه امر کنیم به خدمت شما. قربان شما. از صبح گفتم چند دونه از اینا فروختیم چند دونه از کدوم بیشتر؟ همه برابر فروختیم. من دنیا یک 20 روپیه میمونه برای شما. شکر از خدا رضاییم. 20 میمونه 10 میمونه 30 میمونه 50 میمونه بر خود نداره هر چه که برابر شه. 50 روپیه کن نمیمونه 20 روپیه میمونه. بسیار خوب بسیار خوب. خب چند روز میشه اومدیم؟ فعلا امروز 3 روز اینجا. 3 روز. دو روز دیگه هم حتما تا ان شاء الله تا شب هستیم بیشتر نی. شبیت کنه صبح شب. تا صبح هستیم پس صبح شب نی. روز اول ایدم میخرم دیگه باز نمیذارم. نه دیگه مردم تا شب بیشتر نمیخرن. بسیار خوب. خوشحال شدیم. ما همچنین چای دادم میتونم شما کی چیزی لازم باشه. عید شما تبریک میگم. عید من برای شما تبریک میگم. برای تمام هموطنان عزیز. زنده باشید سلامت باشید. برای بیننده ما نام شما رو میفهمم. برای بیننده نام شریف خود بگید. نام قربان علی. بسیار خوب. اینجا شیشته مساد شما نه؟ بله بله بله. خب از کجا تا به کجا مینا شما؟ از همینجا تا همینجا لولو تا همینجا نه تا همین قسمت همینجا. چند نفر شریکه؟ اینجا یک 4 نفر هستیم دیگه. همین 4 نفر برای شما میصرفه؟ دیگه چیزی که خدا رضی اولا کرده باشه چرا داد خدا رو چیزی که خدا میده آدم نیست کنه. راست میگی. بسیار خوب آدم ما صداقت کاریم. بسیار خوب. گپ بزنین که امسال چی رقمه؟ گرونه میوه یا ارزونه؟ میوه دیگه نسبت به هر سال سر کنیم. امسال شما بجیران هستن کل مردم میفهمن همه چی قیمت شده کل چی قیمت. بسیار خوب. همین عید ماه مبارک رمضان 1 کیلو پسته به 1200 بود. حالا همون رقمه؟ حالا ما داریم به 1100 روپیه فرق نکرد. همون 1200.
تا به 1300 و 400 1,5 هزار هم است. بسیار خوب بسیار خوب. سلامت باشید. از این میوانش قربان شما. دوستای نازنین برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم. میوه جالب خوبه هم ان الله به تصویر میکشین که بعد کسایی که به کشورهای خارجیم دیگه دل شما مخمخه کنه بگه میته کشمشا و باداما و تخمای باز اونجا نداره. همراه ما باشیم. دوستای نازنین در کنار یک برادر شیرینی فروش هستیم که از اینا خواهشمندیم که نام شریف خود برای شما بگم. سلام خدمت شما داریم. سلام، شما خوبیم؟ سلامتیم؟ بتابیم؟ زنده باشید. نام شریف شما؟ میرحمت سلطانی هم. خب بسیار خوب. این بساط از شما نه؟ بله. چند نفریم؟ ما با این بساط 2 نفریم. منم برادرم عبداللطیف هم. برادر شما اما؟ بله. خب چند روز میشه اینجا بساط کردیم؟ امروز روز دیومه به خیر خوشی به امید خدا. بسیار خوب. الهی شکر. گپ بزنید که از صبح چند دونه کارتن بفروختیم؟ از صبح بیاری خدا 100 کارتون بفروختیم. الهی شکر. بله. شکر ان شاء الله. دونه یک 20 روپیه به شما میمونه؟ نه بابا 20 روپیه خو خیلی. از هر کدوم بعضی 10 روپیه، بعضی 15 روپیه، بعضی حتی 5 روپیه میمونه. و شکر داریم، قناعت داریم بهمون. الهی شکر. هر بسته از اینا چند وزن دیو؟ اینا وزن نداره. بعضی بسته اینا 8 سر، 8.5 سر، 9 سر، 9.5 سر میشه. اینا پور وزن نداره. قیمت چنده؟ قیمت از این 100 روپیه نمیجا. بازم هیچی نه دیگه. من نخرم کلوچا ویه دیگه. خوب دیگه عمل اگه سعی کنیم من و شما عمل نارگیل داره، روغن مصرف میشه، گاز مصرف میشه، با هم با تمام میگم هم نخرم کلوچا اوی میدیم شما دیگه. بله با من نخرم اینا میفته. عمل همینا کیلو 110 روپیه. گوشفیل به چنده؟ گوشفیلا هم به 90 روپیه. 90 روپیه. بله. بسیار خوب. خب خوشحال شدیم. امسال گپ بزنین که چی رقمه؟ وقت مردم میام سودا معامله میخرم خیلی خوشحالم. خوبم شکر الحمدلله. الهی شکر. شکر خوبم. خود شما چند دونه نیت داریم به سر سفره ببریم بچینیم؟ خود ما ان شاء الله آرامان ادمینا 6 رقم هم 6 رقم نیت داریم که بچینیم. بلکه من سر سفره شما سر افتاد چون زنده باشه ما سر پله ها سر افتاد نشد. بینندای عزیز، خدا کنه که برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. ناگزیر این که با شما خداحافظی کنیم. بازم ما از طرف خود برای شما دوباره سباره درباره عید تبریک میگیم. خدا کنه که عید خوب و خوشی و مثل عیدهای دیگر پشت سر بگذاریم، سپری کنیم. دوستای نازنین تا به فردا شب شما رو به الله پاک میسپریم. خدا حافظ و نگهدار شما.